در مسکو پلیس تخمیناً 200 نفر را در نزد بینای دادگاه بازداشت نمود. آنها به نشان اعتراض از حکم 8 اشتراکچی اعتراض ماه می سال 2012 که هر یکی از آنها شرطاً به مهلت از 4 تا 7 سال از آزادی محروم شده اند گرد آمده بودند. طبق اخبار رسیده پیشوای مخالفین الکسی ناوالنی و 2 عضو گروه پوسی رایات نیز در بین بازداشت شدگان می باشند. گردی همایی مخالفین در میدان بلاتنای مسکو که به روز سوگندیادکنی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بخشیده شده بود به برخورد با پلیس تبدیل یافت. طرفداران محکوم شدگان میگویند حکم جلوی سیاسی دارد. در پایتخت افغانستان مراسمی با تنتنه وداع با 21 سرباز افغان که روز پیش در ولایت کونر به قتل رسیده بودند برپا شد. صدها طالب سلاح به دست به پاسگاه سربازان واقع در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان حمله کردند. وزارت مدافع افغانستان میگوید بعد حمله 8 سرباز دیگر نیز به نام و نشان شدند. در شهر شمال و غربی پیشاور پاکستان حکومت محلی برنامه دستگیری امگذرانی را راه اندازی کرده است. بر پایه آن هر پدر و مادری که امگذرانی فرزندانش بر ضد پولیومیلیت را اجازت می‌دهد 1000 روپیه و یا تخمیناً $10 به خاطر ام هر یکی از فرزندانشان کسب خواهند کرد. در ولایت‌های دوردست پاکستان بعضی ساکنان خوف دارند که امگذرانی و یا واکسیناسیا به سلامتی فرزندانشان خطر دارد. در شهر سیمفروپول نزدیک به 15,000 تاتار کریم طلب کردند پارلمانت محلی که از پرزیدنت برکنار شده این کشور ویکتور یانوکوویچ پشتیبانی میکند به استعفا رود. همچنان رفعت چوبرف رئیس مجلس تاتارهای کریم 23 فوریه تقاضا کرده بود که در دوام 10 روز آینده مجسمه لنین از بین برده شود. 23 فوریه در سیمفروپول به مناسبت روز محافظان وطن که در اتحاد شوروی همچون عید جشن گرفته میشد تخمیناً 1000 فعالان رو به روسیه گرد همایی تشکیل کردند. در روزهایی که نیروهای رو به اروپای اوکراین پرزیدنت یانوکوویچ را از قدرت دور کردند، نیروهای رو به مسکو در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین فعال شدند.